سلام، این ویدیو آموزشی در رابطه با آموزش کار با صرافی بایننس و موارد امنیتی که باید در قبال اون رعایت کنید هست. اگر به ویدیوهای آموزشی در رابطه با بازارهای مالی علاقه دارید، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. خب دوستان سلام، این ویدیو آموزشی در رابطه با بایننس. قبل از هر چیزی، بایننس یه صرافیه که در سال 2017 توسط آقای ژانگ در واقع کار خودش رو شروع کرد. دلیل محبوبیت این کارگزاری، این صرافی، کارمزد کم و ارزهای بسیار متنوع و زیادی هست که توی این صرافی لانچ شده و طبق حالا نظر سایت کوین مارکت کپ جزء برترین صرافی بازار ارزهای دیجیتال هست. نوع ارزی که این صرافی باهاش کار میکنه BNB هست که اگه حالا BNB هولد کنین توی معاملاتتون، توی کارمزد معاملاتتون، فی معاملاتتون بهتون تخفیف میده و حالا روش‌های دیگه هم هست برای تخفیف گرفتن که جلوتر بهتون آموزش میدم. یکی از ویژگی‌های مثبت صرافی بایننس حجم معاملات بالا و گردش مالی بزرگی که این صرافی داره و خب قابلیت نقد شوندگی رو برای شما راحت‌تر میکنه. راحت‌تر میتونین از معاملاتتون در واقع خارج بشین. نکته‌ای که هستش اینه که صرافی بایننس با ما ایرانی‌ها مشکل داره و نمیذاره ثبت نام کنیم. ولی خب موردی که هستش اینه که اگر شما موارد امنیتی رو رعایت کنید هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد، چون بهترین صرافی هست بایننس برای انجام معامله. و اگر هم متوجه بشن شما ایرانی هستین بازم هیچ مشکلی پیش نمیاد، بهتون 1 هفته مهلت میده تا بتونید در واقع پولتون رو از صرافی خارج کنید و حتی اگر 1 هفته مهلت رو هم ندیده باشین و پولتون بلاکه بشه، باز میتونین ایمیل بزنین به صرافی بایننس و از روش‌های مختلف. یه روشش این هستش که بهشون بگید که من نمیدونستم با ایرانی‌ها مشکل دارید، دوباره بهتون مهلت میدم پولتون رو بردارین. روش دیگه این هستش که بهشون ایمیل میزنین میگین که من مسافر بودم به ایران، فقط بعدش باید با حالا اون کشوری که هست، حالا اگه فامیلی چیزی تو اون کشور دارید اکانتتون رو وریفای کنید و از روش‌های مختلف میتونید پولتون رو خارج کنید. یه سری از صرافی‌ها هستن به محض اینکه میفهمن ایرانین درجا پولتون رو بلاکه میکنن، ولی خب صرافی بایننس اینجوری نیست و خب این بسیار خوب هست. برای ورود به صرافی بایننس شما باید از VPN های IP ثابت استفاده کنین. از VPN های IP ثابت داخلی حالا اسپید VPN هست، از خارجی ها نورد VPN هست که اکثرا استفاده میکنن. یه VPN دیگه که میخوام بهتون معرفی کنم برای استفاده در صرافی بایننس این VPN هستش که در واقع فایل نصبیش رو براتون توی کانال میذارم، سرف شارک، که کار باشم خیلی راحته. تنها کاری که لازم شما بکنین اینه که برنامه رو نصب کنین. بعد از که برنامه رو نصب کردین صفحه برنامه است، بهتون اسکریپت میدم. این اسکریپت رو درگ اند دراپ میکنید، میکشید توی برنامه و ول میکنید. من الان کشیدم، این همون اسکریپتیه که کشیدم توی برنامه و میاد قسمت ستینگ. بعد این تیک سیستم پراکسی حتما فعال باشه، به سمت راست یعنی کشیده شده باشه، تیکش فعال باشه. حتما این رو حواستون باشه فعال کنید. بعد از اینکه کامپیوتر رو خاموشش میکنید خودش دوباره غیر فعال میشه، حواستون باشه دوباره برگردید فعالش کنید. میاد قسمت هوم، روی اون اسکریپتتون کلیک میکنید، میرید بخش پروکسی و یکی از سرورها رو انتخاب میکنید. داستانی که هستش، سعی کنید سرورهای هلند، انگلستان، آمریکا اینا رو انتخاب نکنید. با حالا کریپتوکارنسی و بایننس مشکل دارن. من خودم الان مثلا از بلژیک استفاده کردم. بعد از اینکه سرورتون رو انتخاب کردین، اما بحثی که هستش اینه که حالا ممکنه بعد از هر 2-3 هفته یه بار این سروری که انتخاب کردین غیر فعال بشه یا حالا آی پیش عوض بشه. هیچ موردی نداره اگه آی پیش عوض بشه، به خاطر اینکه بایننس روی این حساس نیست و روی این حساس بیشتر که مثلا در روز بیشتر از مثلا 5-6 بار آی پیتون عوض بشه و یا آی پی ایران شما رو ببینه. چون
در واقعیت هم شما اگه مثلا آلمان زندگی میکردین از بایننس یا چیز دیگه استفاده میکردین، اینطوری نیست که مثلا همیشه با یه آی پی ثابت وارد بایننس بشین و شما ممکنه حالا مثلا با سیستم شرکت، با گوشیتون، با کامپیوترتون جایی باشین و همیشه آی پی تون در حال تغییراته و یعنی در حالت واقعی هم اینجوری نیست که همیشه شما با آی پی ثابت وارد بایننس بشین و موردی نداره حالا بعد از 2-3 هفته آی پی تون عوض بشه با یه آی پی جدید وارد بشین، نگران این قضیه نباشین. در مرحله بعدی خب وارد کروم میشین. بعد از اینکه پروکسیتون رو فعال کردین، کار بعدی که باید انجام بدید فعال کردن افزونه کیل سویچ هست. افزونه کیل سویچ به چه کاری میاد؟ افزونه کیل سویچ این کمک رو میکنه اگر شما به اشتباه با آی پی اشتباهی داشتید وارد صرافی بایننس میشدید، سایت رو برای شما بالا نیاره، یعنی سایت بایننس رو بالا نیاره. یا اینکه اگر وسط معاملاتتون فیلتر شکنتون یهو از کار افتاد و آی پی ایرانتون فعال شد، دسترسی اینترنت به سایت بایننس رو قطع میکنه کیل سویچ و آی پی تون نمیفته. برای فعال کردن افزونه کیل سویچ کافیه تو گوگل سرچ کنین کیل سویچ اکستنشن، لینکش رو زیر این پست هم میذارم که بتونید استفاده کنین. بعد از کلیک کردن روی کیل سویچ اکستنشن، اون لینکی که مربوط به chrome.google.com هست روش کلیک میکنین. خب آرم برنامه رو مشاهده میکنید، به این شکل هستش. add to chrome رو که بزنین، add extension، خب افزونه فعال شد. بالا سمت راست از این قسمت پازل میتونین افزونه رو پین کنید و همیشه برای شما قابل نمایش باشه. قبل از اینکه اصلا وارد سایت بایننس بشین، حتما اول کیل سویچ و پروکسیتون رو اوکی کنین، بعدش ثبت نام رو انجام بدین. خیلی از بچه‌ها هستن اول ثبت نام میکنن بعد به فکر پروکسی ان. اول پروکسی بعد کیل سویچ، تازه به فکر صرافی ثبت نام در صرافی بایننس میافتین. و حالا وارد سایت بایننس میشیم. این صفحه هوم بایننس هستش. بعد از اینکه حالا پروکسی و کیل سویچتون رو اوکی کردید، وارد این صفحه میشین. در اولین قدم ثبت نام میکنیم، بعداً قسمت‌های مختلف سایت رو براتون توضیح میدم. از قسمت رجیستر ناو وارد صفحه ثبت نام میشیم. خب ببینید ثبت نام هم از طریق ایمیل انجام میپذیره، هم از طریق تلفن همراه. ولی خب از اونجایی که به محض اینکه تلفنتون رو بزنید متوجه میشه شما ایرانی هستین، نمیذاره ثبت نام کنید. کلا توی سایت بایننس هیچ وقت شماره تلفنتون رو یا مدارک هویتی شخصی خودتون رو ثبت نکنین اگه داخل ایران هستین. از قسمت ایمیلتون رو وارد میکنین. از قسمت پسوردتون رو وارد میکنید. پسوردتون ویژگیایی که باید داشته باشه بیشتر از 8 کاراکتر باشه، حداقل یک حروف بزرگ داشته باشه، حروف انگلیسی، و حداقل یک شماره توش باشه. خب من با همین ویژگی ها یک پسورد وارد میکنم. خب الان میگه که پسورد من های از لحاظ در واقع سکیوریتی. قسمت بعدی این قسمت ریفرال آیدی هستش. از طریق این تیک این ریفرال آیدی فعال میشه. داستان این چیه؟ شما اگر از کد معرف شخصی استفاده کنید، شخص دیگری استفاده کنید، باعث میشه که توی کارمزد و فی معاملاتتون بهتون تخفیف بده. اگه این کد رو بزنین توی تمام کارمزد معاملاتتون شما تخفیف میگیرین و کمتر از اون کارمزدی که هست رو باید پرداخت کنید. پس این کد رو وارد میکنین این قسمت. بعد از وارد کردن این کد این تیک رو میزنین و کریت اکانت رو میزنین و اکانت میسازین. اینجا یه سکیوریتی وریفیکیشن ازتون میگیره. این پازل رو توی این قسمت خالی قرار میدین. خب برای ایمیل هم یه کد ارسال کرده، وارد ایمیل اون میشیم. کد رو وارد میکنیم. خب با موفقیت ثبت ناممون تموم شد. این قسمت خوش آمدگویی میگه و میگه که حالا
واریز رو شروع کن به خرید کریپتو. حالا فعلا ما با این قسمت کار نداریم. گو تو داشبورد رو میزنیم و وارد داشبورد میشیم. این داشبورد اکانتتون هست. وقتی وارد داشبورد اکانتتون بشین، این پنجره کوچیک به شما نمایش داده میشه که میگه که در واقع تایید 2 مرحله‌ای رو فعال کن. برای تایید 2 مرحله‌ای هم میتونید از تلفن استفاده کنید، شماره تلفنتون، هم از گوگل وریفیکیشن. ولی خب از اونجایی که ما نمیتونیم شماره تلفنمون رو ثبت کنیم، فقط میتونیم از گوگل وریفیکیشن استفاده کنیم، اپلیکیشن گوگل وریفیکیشن. بعد از کلیک روی اون قسمت وارد این صفحه میشین. ابتدا برنامه رو دانلود میکنید. حالا اگه گوشیتون آیفون از اپ استور، اگه گوشیتون اندروید از گوگل پلی. از اونجایی که برنامه سکیوریتیش به صورتیه که من نمیتونم از روی برنامه براتون ضبط کنم، البته چیز خاصی هم نداره. برنامه‌شو به محض اینکه ضبط کردین، برنامه‌شو به محض اینکه دانلود کردین و نصب کردین، نکست رو میزنین، وارد مرحله دوم میشین. برنامه رو که باز میکنید، پایین سمت راست یه حالت به اضافه هست که حالا به حالت رنگ گوگل در اومده. روی اون به اضافه کلیک میکنید. 2 تا گزینه براتون باز میشه. گزینه اول اسکن کیو آر کد. گزینه اول اسکن کیو آر کد رو میزنین، دوربینتون فعال میشه و این کیو آر کد رو اسکن میکنید. بعد از اسکن این کیو آر کد، نکست رو میزنین و توی گوشیتون هم یه در واقع یه بخش جدید براتون روی صفحه قرار میگیره که توی اون بخش جدید یه کد 6 رقمی هستش که جلوش حالا حالت یک مهد زمان مشخص میکنه، یه دایره است که هر 60 ثانیه هر یه چرخش کامل اون دایره کدتون عوض میشه. هر 60 ثانیه بهتون یه کد جدید میده و هر سری بخواین حالا وارد برنامه بشین، از طریق گوشی وارد اون اپلیکیشن میشین، کدی که داده رو وارد میکنید، وارد برنامه میشین. مطلبی که هستش اینجا این کد رو حتما ذخیره کنید. چرا؟ این کد به چه کار میاد؟ این کد برای این هستش که اگر خدایی نکرده گوشیتون رو دزدیدن یا گوشیتون گم شد یا اپلیکیشن پاک شد، بتونین دوباره اکانتتون رو بالا بیارین. برای بالا آوردن اکانت هم دوباره از همون به اضافه پایین سمت راست که بهتون گفته بودم کلیک کنید. قسمت دومش نوشته اینتر ستاپ کی. در واقع منظورش همین کد هست و این کد رو اونجا پیست میکنید و دوباره اکانتتون بالا میاد. من یه مرحله برگردم، فراموش کردم اسکن کنم. خب من کیو آر کدم رو اسکن میکنم، اسکن شد. جیمیلم رو میزنه که پایین جیمیلم کد 6 رقمی هست، جلوش هم در واقع اون فریز تایمش هستش که هر 60 ثانیه یک کد جدید بهم میده. پس حتما این کد رو یه جای ذخیره داشته باشین، خیلی این کد مهمه. اگه این کد رو گم کنین اکانتتون رو دیگه نمیتونید بالا بیارید و دیگه نمیتونید وارد بایننس بشین. نکست رو میزنم. بعد از اینکه نکست رو زدین، این دو قسمت اول باید سند کد رو بزنید، یه کد ارسال میشه به ایمیلتون. خب این کد رو وارد میکنم. قسمت بعدی گوگل وریفیکیشن کد هست که از همون برنامه گوگل اسنتیکیتر اون کد رو اینجا وارد میکنین، سابمیت رو میزنین و تایید 2 مرحله‌ایتون فعال میشه به راحتی. لینک دانلودش رو زیر همین پست براتون قرار میدم. لینک دانلود برنامه گوگل اسنتیکیتور رو براتون قرار میدم برای آیفون و اندروید زیر همین پست. بعد از این کار، حالا اگه براتونم نیومد از یه جای دیگه میتونید فعال کنید، جلوتر بهتون میگم. بعد از اینکه اون رو فعال کردین، اولین جایی که میرین قسمت پروفایلتون و وارد قسمت سکیوریتی میشین. از این پنجره سمت چپ هم میتونید از قسمت سکیوریتی وارد سکیوریتی بشین. خب اینجا 4 مرحله هستش برای اینکه شما امنیت حسابتون رو افزایش بدین. مرحله اول در واقع همون ورود 2 مرحله‌ای بود که فعالش کردیم.
3 مرحله دیگه مونده که ما 2 مرحلهش رو انجام میدیم و یکیش رو انجام نمیدیم. بهتون توضیح میدم جلوتر. تایید 2 مرحله ایتون حالا میتونید از طریق یه سری UBK ها هستن که کی های سخت افزاری ان، به کامپیوترتون وصل میکنید. اونطوری هم میتونید واردش بشین که ما حالا از گوگل استنتیکیشن استفاده کردیم. از طریق SMS هم میتونید این کارو کنین. این بخش هم میتونید جیمیلتون رو عوض کنید. حالا اگر اشتباه ثبت نام کردین و دوست داشتین با جیمیل اصلیتون حتما ثبت نام کنید، اینجا میتونید جیمیلتون رو با یه جیمیل فیک چنج کنید و با جیمیل اصلیتون دوباره اکانت بسازین. قسمت دیوایس منیجمنت بهتون میگه که چه دستگاهایی به این اکانتتون در حال حاضر وصله، که اگه قسمت منیج برین میگه که فعلا یه دونه کروم، یه کامپیوتر کروم از بلژیک بهش وصله. قسمت پایینش لاگین پسورد، اینجا میتونید پسورد ورودتون رو عوض کنید. خب ما تایید 2 مرحله‌ای رو اینجا انجام دادیم، یکیش رو انجام دادیم، گوگل رو انجام دادیم، تیک این خورد. تایید بعدی احراز هویت شخصیتونه که باید مدارک هویتیتون رو بفرستین. اگر خارج از کشورید که از طریق این وریفای مدارکتون رو ارسال میکنید، اکانتتون رو تایید میکنید. اگر ایرانی اصلا سمت این گزینه نمیرین. قسمت بعدی که میخوام بهتون بگم آنتی فیشینگ کد هست. روی اینیبل کلیک میکنیم تا فعالش کنیم. داستان آنتی فیشینگ کد چیه؟ بایننس اومده یه قابلیتی فعال کرده که اگر شما آنتی فیشینگ کد رو فعال کنید، ایمیل هایی که از طریق بایننس برای شما ارسال میشه، کنار اسم بایننس اون کدیه که شما و بایننس با هم دیگه در واقع توافق کردین روی اون کد و اون کد رو به شما نمایش میده و شما متوجه میشید که اون ایمیل از سمت بایننس ارسال شده و ایمیل فیشینگ یا ایمیل که بخواد اکانت شما رو هک کنه نیست. روی create anti phishing کد میزنین و یه کد بین خودتون و بایننس قرار میدین تا ایمیل های بایننس از این به بعد با این کد براتون ارسال میشه. مثلا میزنم فارکس یو، سابمیت رو میزنم. خب اینجا ازم وریفیکیشن گوگل کد رو میخواد، سابمیت. خب تایید شد. از این به بعد ایمیل هایی که بایننس ارسال میکنه کنار اسم بایننس اون کدی که با هم دیگه اون کدی که براش فعال کردم رو هم کنار اسمش میذاره برام و اینجوری مطمئن میشم که این ایمیل حتما از سمت بایننسه. از این قسمت سکیوریتی دوباره برمیگردم به برنامه. خب آنتی فیشینگ کد رو هم فعال کردیم. قسمت بعدی خب تیک اینم خورد. قسمت بعدی وایت لیسته. داستان وایت لیست چیه؟ داستان وایت لیست اینه که شما میایید یه سری آدرس های کیف پول رو برای یه سری کوین ها و توکن های مشخص فعال میکنین به صورت دیفالت که واریز و برداشت ها از طریق بایننس فقط به اون آدرس کیف پول ها باشه. این چه کمکی میکنه؟ این کمک میکنه که مثلا اگه اکانت بایننس شما مثلا دست من افتاد، راحت کوین های شما رو با آدرس کیف پول خودم منتقل نکنم و شما خب هیچ کاری نمیتونید بکنید. حتی ممکنه متوجه نشی به چه کسی کوین های شما رو برداشته. ولی وقتی وایت لیست رو فعال میکنین، فقط به اون آدرسی که شما براش مشخص کردین میتونه کوین ارسال کنه و مثل بورس خودمون میمونه دیگه. شما وقتی توی کارگزاری ثبت نام میکنی، اگه کسی اکانت شما دست کسی بیفته، پول توی اکانتتون رو فقط میتونه بفرسته به شماره حساب خودتون و به هیچ حساب دیگه‌ای نمیتونه ارسال کنه. این قسمت وایت لیست هم دقیقاً همونه. از اینجا وایت لیست رو فعال میکنین ترنال. خب اینجا از من دوباره یه سکیوریتی وریفیکیشن میخواد، کد گوگل رو وارد میکنم. فعال شد. از اینجا اد ویدراو آدرس، اینجا کوینم رو انتخاب میکنم، بسترش هم اینجا BTC. اینجا آدرس کیف پولی که میخوام فقط برداشت ها با اون آدرس باشه رو انتخاب میکنم. این قسمت آدرس کیف پولم رو وارد کردم. اینجا هم لیبل ولت هم، یعنی در واقع یک اسم برای این ولت هم میذارم. مثلا میذارم تراست ولت که بدونم این مربوط به کیف پول تراست ولت هم هست. آدرس رو وارد میکنم. حتما حواستون باشه که آدرس رو کپی کنین. هیچ وقت
توی بازار ارزهای دیجیتال هیچ آدرسی رو تایپ نکنین. همیشه آدرس ها رو کپی کنین و پیست کنین، به خاطر اینکه اگه یه دونه از این حروف رو اشتباه بزنین تمام موجودیتون به یه آدرس اشتباه میره و گم میشه. تیکه اد تو وایت لیست رو میزنم و سابمیت. خب اینجا یه کد برای ایمیلم میره. بعد از وارد کردن کدها میبینین که اکانتم ست شد. از این به بعد از این حساب کسی بخواد بیت کوین برداشت کنه فقط به این شماره آدرس و به آدرس دیگه ای نمیتونه برداشت داشته باشه. برمیگردیم به قسمت سکیوریتی. خب 3 تا از 4 تا فعال شد، همینها کافی هست و بخش بعدی مربوط به اطلاعات هویتیتونه که متاسفانه اون رو نمیتونید فعال کنید. این قسمت اکانت اکتیویتی هم فعالیت همین اکانتتون رو، حالا که لاگین شدین که خروج داشتین و غیره رو از این قسمت میتونین ببینین. خب بعد از اتمام بخش سکیوریتی ثبت نام اصلی و اولیه شما تموم شده. حالا میمونه توضیح قسمت‌های مختلف سایت. برمیگردیم به داشبورد. خب از بالا سمت راست شروع کنم به توضیح دادن. از قسمت اول USD شما میتونید تعیین کنید که سود و زیان و موجودیتون رو به چه فیات یا ارزی دوست داری نمایش بده، که من اینجا روی دلار گذاشتم و سود و زیان و حالا موجودیم رو به دلار من نمایش میده. قسمت بعدی زبانتون رو میتونید انتخاب کنین. فارسی نداره، فقط روی انگلیسی میتونین بذارین. این قسمت نوتیفیکیشن رو به شما نمایش میده. هر گونه اطلاعاتی، حالا مثلا با آی پی جدید وارد شده باشید، تسکی بایننس برای شما گذاشته باشه و همه حالا اعلان ها اینجا برای شما به نمایش در میاد. قسمت بعدی پروفایلی که جیمیلی که وصل هستین رو نمایش میده. از قسمت سکیوریتی هم که وارد بخش امنیتی شدیم. این قسمت آیدنتیفیکیشن برای همون احراز هویت هستش. API منیجمنت داستانش اینه که بایننس یه سیستمی رو راه اندازی کرده که شما میتونید یه سری ربات ها طراحی کنید و به بایننس متصل کنید و معاملاتتون رو از طریق اون ربات ها انجام بدید. خب موضوعش تخصصیه، در این بحث نمی گنجه. قسمت ریوارد سنتر هم حالا جوایزی که بایننس برای شما قرار داده رو میتونید ببینید. قسمت تاسک سنتر یه سری وظایف بایننس برای شما میذاره که اگه اون وظایف رو انجام بدین به شما جایزه میده. مثلا بهتون میگه که برای مدت مثلا یک هفته یک کوین یا توکن خاص رو نگهداری کن. اگه شما اون کار رو انجام بدید بهتون مثلا جایزه میده، یه توکن دیگه بهتون جایزه میده. از قسمت لوگ اوت هم که میتونین از اکانتتون خارج بشین. در رابطه با اوردرز و والت جلوتر توضیح میدم، فعلا همین قسمت داشبورد رو بهتون توضیح بدم. قسمت داشبورد اکانتتون یک نمای کلی از قسمت‌های مختلف اکانتتون رو بهتون نمایش میده. بخش اول جیمیلتونه که بهش وارد شدید، یوزر آیدی تون هستش که با این آیدی هم میتونید لاگین کنین به بایننستون. این قسمت سطح حسابتون هستش واسه تخفیف توی کارمزدها که جلوتر بهتون میگم چجوری میتونید سطح رو بالا ببرین. از قسمت وریفای هم خب میتونید اکانتتون رو وریفای کنید. اینجا بهتون میگه که اکانتتون فعلا تو چه مرحله‌ایه. خب ما رجیستر کردیم، تایید دو مرحله‌ای رو فعال کردیم. مرحله آخر مونده که در واقع پول واریز کنیم و شروع کنیم به معامله کردن. از بخش پایین یه اطلاعات راجع به بالانس و یا موجودیتون به شما نمایش میده که این موجودی رو بر اساس موجودی نقدیتون، بر اساس موجودی اثباتتون میتونید نمایش بدین. از طریق این فیلترها میتونید موجودی اون فیلتر رو بهتون نمایش بده. بر اساس معاملات پی تو پی یا پایا پایتون. معاملات پی تو پی یا پایا پای معاملاتی هستن که بایننس شما رو به شخص ثالث وصل میکنه و نقش واسط رو داره توی معاملات و مستقیم طرف معامله شما نیست. معاملات مارجینتون، اکانت مارجینتون چه بالانس موجودی داره، فیوچرتون. و قسمت ارن مربوط به در واقع استیکینگ کردن و شما میتونید یه سری حالا موجودی در اختیار بایننس قرار بدین و به صورت وام بذارین در اختیار بایننس و در قبالش بهتون حالا یه درصدی سالیانه بهتون بهره میده، سود میده. و حالا قسمت های دیگهش از این بخش هم دیپازیت و ویدرا میتونید واریز و برداشت داشته باشین که جلوتر راجع به این دو بخش
حتما توضیحات مفصل تر میدم، ولی خب از این آیکون هم میتونید وارد این دو بخش بشین، جلوتر توضیح میدم. سمت راست بهتون میگه که حالا اگه شما از دوستانتون دعوت کنید 40% بیشتر توی کمیسیوناتون بهتون تخفیف میده. این قسمت اطلاعیه های بایننس هستش، تغییراتی توی بایننس اتفاق افتاده، رویدادها، ایونت هایی در نظر داشته باشه، همه توی این قسمت به شما نمایش داده میشه. تاسک سنتر هم که بهتون گفتم یه سری وظایف برای شما میذاره، در قبالش بهتون جایزه میده. دیستریبیوشن هم حالا چیزی به شما تخصیص داده باشه اینجا بهتون نمایش داده میشه. از اینجا میتونید کیف پول بایننس چینتون رو مستقیم به بایننس وصل کنید و کوین ها و توکن هاتون رو بین سایت و کیف پولتون مستقیما انجام بدین. این قسمت همون فعالیت شما رو نمایش میده که توی سکیوریتی هم توضیح دادم، فعالیت اکانتتون و چه دیوایس هایی به اکانتتون وصل هستن. فعلا هم یه دونه کرومه چون اکانت رو تازه ساختیم. قسمت increase your account security هم که همون قسم در واقع امنیت اکانت بود که فعال کردیم، 3 بخشش رو، یه بخشش غیر فعال موند. قسمت API هم همون بود که براتون توضیح دادم، میتونید ربات وصل کنین. اینجا اوپن اوردرهای فعالی که دارین رو به شما نمایش میده که حالا میگه پیرتون چی بوده، چه تاریخی معامله رو باز کردین و سایر اطلاعات. این قسمت راجبه همون قضیه‌ای بود که بهتون گفتم میتونید سطح اکانتتون رو بالاتر رو برین و این قسمت همون بخشی بود که گفتم میتونید سطح اکانتتون رو بالا ببرید و کارمزد کمتری پرداخت کنین. الان اکانت هم در حال حاضر سطح 0 هست. شما اگه این تیک رو بزنین و به بایننس بگین که کارمزدهاتون رو از طریق BNB پرداخت کنه، هم 25% از فی یا کارمزدتون رو کاهش میده. کارمزدها به دو دسته میکر و تیکر تقسیم میشن. کارمزد میکر برای کساییه که دارنده یک کوین یا توکن هستن و اون رو وارد معامله میکنن. تیکرها کسایی که میخوان در واقع توکن یا کوینی رو معامله کنن که برای اونا نیست و از دیگران میخوان بگیرن و خب درصد اینا فرق میکنه بعداً. فعلا به هم برابره و جفتشون 75,000 درصده. این هم 2 تا سطح هست که اگه شما این وظایفی که گفته رو انجام بدین سطح اکانتتون بالاتر میره. اگه 50 تا طی 30 روز 50 بیت کوین معامله کنین سطح اکانتتون افزایش پیدا میکنه، یا اینکه اگه 50 تا BNB خریداری کنید و نگهداری کنین دوباره سطح اکانتتون افزایش پیدا میکنه و درصدی که بابت کارمزدتون تخفیف میگیرید افزایش پیدا میکنه. این در رابطه با داشبورد. از قسمت سمت چپ هم به داشبورد، به خود داشبورد دسترسی داریم. قسمت پیمنت برای واریز و برداشت ها هست. قسمت سکیوریتی هم که وارد سکیوریتی شدیم. ریوارد سنتر و تاسک سنتر هم که توضیح دادم. قسمت ستینگ هم وارد ستینگ پروفایلتون میشین و ریفرال هم که باهاش کد معرف میگیرین. این در رابطه با آیتم های سمت چپ. خب این بخش رو و قسمت داشبورد رو توضیح دادم بهتون. بریم سراغ بخش اصلی و کیف پول سایت. برای ورود به کیف پول سایت میتونین از قسمت فیاتن اسپات وارد کیف پول سایت بشین. همونجور که میدونید ما چند نوع کیف پول داریم: کیف پول آنلاین، کیف پول سخت افزاری، کیف پول نرم افزاری و غیره. این کیف پول آنلاین سایت هست که از کمترین امنیت برخورداره. سعی کنید که توی کیف پول های سایت های صرافی ها پول نگه ندارین، یعنی چیزی با هدف هولد نگه ندارین و فقط به هدف معامله باشه و اگر خریداری کردین می‌خواستین نگه دارین انتقالش بدین به کیف پول اصلیتون، حالا سخت افزاری یا نرم افزاری. اینجا یه اوورویو، یه دید کلی از موجودیتون به شما نمایش میده. این قسمت هم بهتون نمایش میده که حالا از هر کوین چه مقدار موجودی دارین در مجموعه، چه مقدارش قابل دسترسه یعنی میتونید منتقلش کنین، چه مقدارش در معامله است که جمع این دوتا میشه همون توتال.
و بر اساس بیت کوین چه ارزشی داره و یه سری فعالیتایی که میتونید روی این کوین انجام بدید که توضیح میدم. اینجا کوین هایی که بیشترین موجودی رو دارین بالاتر قرار میگیره و یعنی اگه من چند تا کوین موجودی داشته باشم بالاتر قرار میگیره و کوین هایی که موجودی ندارم همه میاد پایین. و اینجا یه تیک هست که میتونین هاید اسمایل بالانس، اینجا میگه که اگه این تیک رو بزنین کوین هایی که موجودی خیلی ناچیزی ازش دارین رو بهتون نمایش نمیده و کوین هایی که موجودی حالا بالایی ازش دارین رو بهتون نمایش میده. قسمت کانورت اسمال بالانس تو بی ام بی داستانش چیه؟ داستانش اینه که یه سری کوین ها دارین که حالا یه مبلغ خیلی ناچیزی مونده ترش، حالا بابت این ممکنه بابت این باشه که نقل و انتقالات انجام دادید یه مبلغ ناچیزی مونده، یا معامله کردید یه مبلغ ناچیزی مونده، میتونید اون مبالغ ناچیز رو به بی ام بی تبدیل کنین و اینطوری توی کارمزد معاملاتتون تخفیف بگیرین. این داستان این قسمت. از قسمت P&L همونطور که میبینین P&L یعنی Profit and Loss. اگه این تیک رو بزنین، این فلش رو بزنین، وارد قسمت P&L میشین. این قسمت میاد به شما یک دید راجب موجودیتون میده از حالا پریودهای زمانی مختلف، 7 روز پیش، 30 روز پیش، که حالا اکانتتون رشد داشته، نزول داشته، دارایی هاتون به چه شکله و حالا مثلا اگه سود کردین میزان سوددهیتون به چه شکل بوده، سود و زیان روزانه‌تون به چه شکل بوده، سود و زیانتون بر اساس دارایی هاتون به چه شکل بوده و اطلاعات کلی راجع به موجودیتون میده که شما کلا در واقع چه بازدهی داشتین طی مدت مشخصی که براش تعیین میکنین، چه بازدهی داشتین، بازدهیتون مثبت بوده یا بازدهیتون منفی بوده. از این قسمت میتونین ببینین. برمیگردیم دوباره قسمت فیات اند اسپات. خب از این قسمت جلو یا از این قسمت بالا میتونین یه سری عملیات مثل خرید، فروش و تبدیل کردن و انتقال دادن رو انجام بدین، یا از این بالا با کلیک روی هر کدوم از اینا وارد صفحه اصلی میشین، یا میتونین کوین مشخصی که میخواین اون عمل رو روش انجام بدین رو اینجا انتخاب کنین. فرض کنید بیت کوین. بخش اول با استفاده از فیات ها میتونین بیت کوین رو خریداری کنین، دلار، پوند، که این برای ما فعال نیست، برای ما ایرانی‌ها. بخش دوم دیپازیت. شما میتونین از طریق کیف پول دیگه یا صرافی‌های ایرانی تتر یا بیت کوین خریداری کنید، منتقل کنید به بایننستون و باش معامله کنید، یا از کیف پول شخصی خودتون موجودی که دارید یه مبلغیش رو منتقل کنید به بایننس و باش معامله کنید که از این طریق میتونین انجام بدین. فیات که مربوط به همون بخشی بود که بهتون گفتم که نمیتونیم ما ایرانی انجام بدیم. قسمت کریپتو، اینجا کوینتون رو انتخاب میکنید. چون از بیت کوین اومدم، بیت کوین رو نمایش میده. اگه از اون بالا میومدید اینجا باید کوینتون رو انتخاب میکردین. اینجا بسترتون رو انتخاب میکنید. خب چون بیت کوین BTC رو انتخاب میکنم و این هم آدرس کیف پولی هستش که باید حالا به صرافی که میخواد براتون پول واریز کنه یا از طریق کیف پول خودتون این آدرس رو اونجا کپی کنید و انتقال رو انجام بدین. حالا من یه حالت شماتیک طور یک انتقال از کیف پول تراست والتم به شما نمایش میدم که چطور این آدرس رو کجا باید کپی کنید و نقل و انتقال رو انجام بدین. خب این کیف پول تراست والت هست که من دانلود کردم و این صفحه اصلیش هست. از قسمت فرض کنیم من اینجا بیت کوین دارم و میخوام بیت کوین انتقال بدم به در واقع بایننس، هم روی بیت کوین کلیک میکنم. از قسمت سند وارد این صفحه میشم. بخش اول آدرس کیف پولی که کپی کرده بودم رو اینجا پیست میکنم. بخش دوم هم مقدار در واقع مبلغی که میخوام انتقال بدم رو وارد میکنم. فرض کنید 2 بیت کوین. بخش پایین میگه که چند دلار میشه تقریبا. کانتینیو رو میزنم. اینجا یه کانفirmation میگیره بابت نقل و انتقالاتم. حالا چون موجودی ندارم چیزی اون تیک پایین، اون دکمه پایین که حالا روش هم نوشته کانفirm فعال نیست، ولی اگه بتونید انتقال بدید اون فعاله. روی کانفirm کلیک کنید انتقالتون انجام میشه و
بعدش هم بهتون یه ترانزکشن آیدی میده که میتونید بررسی کنید ببینید که نقل و انتقالاتتون تو چه مرحله‌ای هستش. به همین راحتی بیت کوین انتقال میدیم به سایت بایننس. برای برداشت هم از همینجا همین سربرگ وارد ویدرا میتونید بشین برای برداشت. ولی من برمیگردم به همون صفحه فیاتن اسپات و از اونجا میخوام توضیح بدم. خب اینجا هم دوباره یا میتونید به صورت کلی روی ویدرا بزنید یا اون ارز مد نظرتون روبروش ویدرا رو بزنید یا برداشت رو. دوباره من روی بیت کوین ویدرا یا برداشت رو میزنم. فرض کنید من مقداری بیت کوین دارم و میخوام منتقل کنم مثلا به کیف پول خودم یا ارسال کنم برای کسی دیگه. این برای چیه؟ این برای اینه که مثلا شما این خیلی به درد سیو سود میخوره. شما فرض کن مثلا با بیت کوین کلی معامله کردی و یه سود خوبی به دست آوردی، اون سودت رو سیو میکنی و مبلغی که سود کردی رو منتقل میکنی به کیف پولت. این قسمت آدرس کیف پولتون رو وارد میکنید، ولی چون من وایت لیستم رو فعال کردم اینجا نمیتونید آدرس دیگه‌ای بجز اون آدرسی که من ثبت کردم وارد کنید. اگر فعال نبود اون وایت لیست اینجا هر آدرسی که دوست داشتید میتونستین بزنید، ولی چون فعاله من فقط میتونم آدرسی که فعال کردم رو بزنم. یعنی اگه شخص دیگه ای وارد اکانتم بشه به جز این آدرس نمیتونه هیچ آدرس دیگه اینجا وارد کنه و برداشت بزنه. اگه حالا وایت لیست ندارین، برای وارد کردن آدرس به اینجا حتما کپی پیست کنید. مثلا نمیدونم یه واتساپ تحت وب یا یه تلگرام تحت وب اینجا باز کنین، آدرس رو از واتساپ تلگرامتون کپی کنید و پیست کنید اینجا. هیچ وقت هیچ چیز رو دستی تایپ نکنید، چون یه حرفش رو اشتباه بزنین پولتون پریده. اینجا سروری که میخواید باش، در واقع بستری که میخواید باش انتقال بدید رو انتخاب میکنین. روبروش کارمزدی که باید پرداخت کنید و نوع کارمزدی که باید پرداخت کنید رو زده. مثلا برای بایننس چین من باید 52 در چند تا اشار بیت کوین پرداخت کنم که به دلار زیرش نوشته چقدر میشه. به دلار مثلا میشه تقریبا 0.3 دلار. حالا اگه مثلا خود بستر بیت کوین باشه میشه 27 دلار تقریبا. اتریوم 26 دلار میشه. اینجا بستر مورد نظرتون رو انتخاب میکنید. از قسمت امانت موجود مبلغی که میخواید منتقل کنید رو انتخاب میکنید، مثلا 3 بیت کوین. اینجا میاد این 3 بیت کوین رو منهای در واقع کارمزد میکنه و بقیهش رو منتقل میکنه. یعنی چیزی که در اصل منتقل میشه این مبلغ هست، نه 3 بیت کوین. و داستانی که هستش اینه که حالا یه سری از ارزا کارمزدای دیگه‌ای دارن برای نقل و انتقالات. یعنی مثلا ممکنه شما یه ارز رو انتخاب میکنید ولی کارمزدی که باید پرداخت کنید یه ارز دیگه است. یعنی شما باید یه کوین یا یه توکن دیگه رو داشته باشید که بتونید از طریق اون کارمزد نقل و انتقالات این توکن فعلی که میخواید منتقل کنید رو پرداخت کنید. مثلا برای BRG، برای نقل و انتقال BRG شما مجبور بودید مثلا ترون داشته باشید که بتونید منتقل کنید. برای بیت کوین از خود بیت کوین کسر میکنه. بعد از اون هم سابمیت رو میزنید. اینجا یه دونه گوگل وریفیکیشن میاد، کد برنامه گوگلتون رو وارد میکنید و واریز و برداشت انجام میشه که یه دونه TXID یا ترانزکشن آیدی بهتون میده که تو از طریق اون ترانزکشن آیدی میتونید متوجه بشید که در چه مرحله‌ای هست واریز و برداشتتون و انجام شده یا خیر. این در رابطه با فیاتن اسپات مهمترین بخشش ولت و قسمت فیاتن اسپات. از قسمت اوورویو یه دید کلی راجع به بالانستون میتونین ببینین، راجع به موجودیتون میتونین ببینین. اینجا میزنه چقدر کلا موجودی دارین. قسمت های پایین میزنه چقدر موجودیتون توی اکانت اسپات هم فیاتتونه، چقدر از موجودیتون حالا توی قسمت های دیگه است مثل فیوچر، معاملات مارجینتونه. کیف پولتون رو که شارژ میکنید، کیف پول اسپاتتون رو شارژ میکنین. بعد از طریق اسپات اگه مثلا میخواید معاملات فیوچر انجام بدید یا معاملات مارجین انجام بدین، روی ترانسفر کلیک میکنید و از کیف پول اسپاتتون منتقل میکنید به اون اکانت، حالا مثلا اکانت فیوچرتون. و معمولا هم حالا کسایی که فیوچر معامله میکنن با تتر کار میکنن، یعنی در از شما تتر خریداری میکنید
بعد از اینجا ترانسفر میکنید تتر رو، روی ترانسفر کلیک کنم، اینجا میبینین اینجا کیف پول فیات ان اثباتتون رو انتخاب میکنید، اینجا کیف پولی که میخواید بهش منتقل کنید رو انتخاب میکنید. الان فعلا چون هیچ کدومشون فعال نیستن نمیتونم چیزی انتخاب کنم، ولی مثلا فرض کنید تتر میخواید منتقل کنید به حساب فیوچرتون و باش معامله کنید. اینجا فیوچر رو انتخاب میکردین، اینجا تتر رو انتخاب میکردین، حالا USDT، کانفیرم میزدین و از کیف پول اثباتتون انتقال میدادین به کیف پول فیوچرتون و شروع میکردید به معامله کردن، که حالا جلوتر راجع به فیوچر و اثبات بهتون میگم که داستانش به چه شکل است و چه جوری باید معامله کنین. این در رابطه با اوورویو. تو قسمت اوورویو یه قسمت هست ترانزکشن هیستوری. از قسمت ترانزکشن هیستوری میتونین واریزها و برداشت هایی که به اکانت بایننستون دارید رو بررسی کنین. حالا انتقال دادین یا کانورت داشتین، هر چیزی که داشتین رو اینجا به ریز به اطلاعات روزش، مقدارش و وضعیتش اطلاعاتش رو اینجا بهتون نمایش میده. و حالا اینجا هم یه سری فیلتر هست میتونین اعمال کنین. اینجا میتونید مثلا تیکس آیدی بزنید اون معامله رو بیاره، یا میتونید بگید مثلا واریزا رو بده، برداشتا رو بده، تاریخ میتونین بزنین، کوینتون رو میتونید مشخص کنید چه کوینی رو میخواین و اینجا سرچ رو بزنید فیلتر میکنید، بر اساس فیلترتون میاره. من یه بخشی رو که یادم رفت توضیح بدم، دوباره برگردم به قسمت فیات ان اثبات. خب دو تا بخش موندش، سه تا بخش، ترید، ارن و کانورت. قسمت ترید مربوط به معامله کردن، رو ترید کلیک کنید وارد پنل معاملاتی اثباتش میشین و حالا میتونید بیت کوین رو معامله کنین. از قسمت ارن مربوط به استیک کردن، حالا میتونید همون قضیه که گفتم به صورت وام بدین بروکر و در قبالش مثلا سود کسب کنین. قسمت کانورت هم میتونید ارزتون رو، کوینتون رو یا توکنتون رو به کوین یا توکن دیگه ای تبدیل کنید. کافیه روی کانورت کلیک کنین، اینجا کوین یا توکن مبدأتون رو انتخاب میکنید، مثلا بیت کوین. اینجا کوین و توکن مقصدتون رو انتخاب میکنید، مثلا USDT. مبلغتون رو میزنید، اینجا میگه که حداقل تا حد اکثر چه مبلغی میتونید کانورت کنید. اینجا زده 2/10,000 تا 50 بیت کوین، مثلا 2 بیت کوین. اینجا میزنه که چقدر میشه، کانورت رو بزنید، بیت کوینتون تبدیل میشه به تتر. این در رابطه با این. برمیگردیم دوباره. خب اوورویو و فیات ان اثبات رو توضیح دادم. قسمت های بقیه‌اش هم مربوط به حالا موجودیتون توی اکانت اون معاملات، توی اکانت فیوچرتون، توی اکانت معاملات پای پای پی تو پیتون، توی اکانت مارجینتون، توی اکانت حالا مثلا اگه از طریق استخر بایننس ماینینگ میکنین یا استیک کردین. از قسمت ارن، اگه وارد ارن بشین، از این قسمت بایننس استیکینگ پروداکت میتونید شرایط استیک کردن رو ببینین که دو نوع داره، بر اساس پروژه های دیفای و بر اساس لاکت استیکینگ که کوین هایی که این قابلیت رو دارن نشونتون میدن و حالا میزنه مثلا برای چه مدت چه درصدی بهتون میده و از طریق استیک ناو میتونید اون کوینی که حالا دارین رو اینجا استیک کنید و در قبالش بهتون حالا سالیانه یا اون پریودی که مشخص کرده بهتون سود میده. این از ولت. قسمت فایننس هم یه سری ایونت ها، رویدادهای مالی که براتون در نظر داره، مثل همین استیکینگ یا استخری که داره برای ماینینگ و غیره، یا ویزا کاردی که در اختیار مشتریاش میذاره، میتونید از این قسمت هم دسترسی داشته باشین به اون بخشا. قسمت دریویتیوز مربوط به همون معاملات، یه سری معاملات خاصی که در اختیارتون قرار داده، معاملات فیوچر، معاملات آپشن، معاملات اهرمدار، ایونت ها و بتل هایی که در اختیارتون قرار داده رو اینجا میتونید ببینین که حالا ما با معاملات فیوچرش کار داریم،
معاملات آپشنز تخصص خودش رو میخواد و حالا بتل که جدیدن هم ست شده و میتونید واردش بشین و ببینید شرایطش به چه شکل هستش. ما با دو بخش اول کار داریم که بخش اول USD فیوچر، معاملات فیوچر بر اساس پیرهاییه که کانتر کوینش یا کانتر توکنش در واقع تتر هستش، یعنی پیرهاش X تتر هست، بیت کوین تتر، اتریوم تتر، که چون تتر استیبل کوینه از همین استفاده میکنیم برای معاملات فیوچر، یعنی از همین گزینه استفاده میکنید. این هم در واقع اگه از طریق الان این اکانت فیوچر فعال نیست، ببینید من اینجا روش کلیک کنم، اکانت فیوچر فعال نیست و از قسمت سمت راست میگه که فعالش کنی اکانت فیوچر رو. اینجا اوپن ناو رو بزنی اکانت فیوچرت فعال میشه. داستانی که هست شما میتونید با کد ریفرال وارد شین، یعنی با ریفرال لینک وارد شید، با کد معرف وارد شین و توی کارمزدهای معاملات فیوچرتون تخفیف بگیرید. من یه دونه ریفرالی لینک زیر همین پست قرار میدم، دوست داشتین روش کلیک کنید و معاملات فیوچرتون رو با اون لینک فعال کنید که توی معاملاتتون بهتون تخفیف بده. بعد از اینکه روی اون لینک کلیک کردید وارد این صفحه میشید، فعال میشه، یه سری کویز ازتون میگیره که کویزم به این شکله که حتی اگه جوابارم بلد نیستید یه دور همه رو جواب بدین، اند ناو رو بزنین، دور بعدی جوابهای درست رو سبز کرده. تنها کاری که میکنید اینه که جوابهای غلط رو به درست تبدیل میکنید و به اتمام میرسونید کویز رو. داستان کویزش هم در واقع بیشتر واسه اینه که از شما تاییدیه گرفته باشه که شما رو در جریان ریسک هاش قرار داده، ریسک هایی که معاملات فیوچر داره شما رو قرار داده، که حالا توی ویدیوهای بعدی که قرار راجع به فیوچر و اثبات صحبت کنم مفصل تر راجع به این بخش توضیح میدم. این فقط هم یه توضیح مختصر دادم. برمیگردیم. خب این قسمت فایننس بود، این قسمت عذرخواهی میکنم، این قسمت دریویتیوز بود. قسمت بعدی ترید مربوط به معاملات اثبات و مارجینه. 3 حالت کانورت، کلاسیک و ادوانس داره که مربوط به حالا نمایش چارت میشه که ما از ادوانس یا پیشرفتش استفاده میکنیم، و معاملات مارجین و پی تو پی یا پایش که توضیح دادم، و راجع به معاملات اثبات ستای اولی و معاملات مارجین جلسه بعدی توضیح میدم، توی ویدیوی بعدی مفصل تر توضیح میدم. فرق بین کلا معاملات اثبات، نقدی و مارجین و فیوچر اینه که معاملات اثبات و نقدی دارایی برای شماست، یعنی شما وقتی معامله رو باز میکنی، مثلا بیت کوین میخری، بیت کوین برای شماست و حالا دوست داری بیت کوین رو انقدر نگه می‌داری تا ارزشش صفر بشه. معاملات مارجین هم همون معاملات اثباته، با این تفاوت که به شما یه اهرم ناچیزی هم میده بابت خرید اون دارایی، یعنی یه وامی به شما میده. معاملات فیوچر داستانش اینه که اون دارایی برای شما نیست و به صورت قرضی، یعنی خرید و فروش قرضی استخراجی اون معامله برای شما صورت گرفته. جلسات بعدی بیشتر توضیح میدم و تا جایی معاملتون بازه که موجودیتون کفاف بده. بعد از اینکه موجودیتون کفاف نداد، حالا موجودی میتونه کل موجودیتون باشه یا مارجینتون باشه، ویدیو بعدی توضیح میدم. تا وقتی که اون کفاف بده معاملتون بازه. بعد از اون برای اینکه بروکر وارد زیان نشه معاملاتتون رو میبنده و معاملات اهرمدار هست فیوچر. پی تو پی هم که توضیح دادم معاملات پای و بایننس شما رو به شخص ثالث وصل میکنه و مستقیما توی معاملات دخیل نیست. استاک توکن هم معاملات جدیدیه که بایننس قرار داده که میتونید توکن سهام‌های مختلف رو معامله کنین. میریم قسمت مارکت. قسمت مارکت یه اسکرینری و یه اوورویو کلی از مارکت و بازار رو شما نمایش میده که بخش بالا 4 تا از نمادهای
اصلی و حالا بیشتر مورد توجه قرار گرفته رو به شما نمایش میده که وضعیتش به چه شکله، تغییراتش به چه شکل بوده، حجم بازارش در صرافی به چه شکله، حجمش به چه شکل هستش و اطلاعاتی از این قبیل. و بخش پایینش که حالا توی اکثر سایت هایی که مربوط به کریپتوکارنسی ها هستش میتونین مشاهده کنین، این بخش هستش که یه فیلتری از نمادهای مختلف بهتون نمایش میده. بخش اول فیوریت، یه سری نماد رو شما میبینین، میتونین اد کنین توی فیوریتتون و از این بخش به شما نمایش بده. از این بخش اد میتونین هر نمادی رو که خواستین روی ستاره کلیک کنید و اون نماد به فیوریتتون اضافه میشه. شما یه لیست فیوریت برای اسپات دارید، معاملات نقدیتون، و یه لیست فیوریت برای معاملات فیوچرتون دارید که جدا جدا میتونید اد کنین. روی این کلیک کنم وارد لیست فیوچر هم میشم. یه سری نماد دیفالت داره، میتونم تیکش رو، ستارهش رو وردارم، نماد رو حذف کنم یا بعداً بهش اضافه کنم. به این شکل قسمت زون کوین ها و توکن ها رو نشون میده و توی حالت حالا پیر نیست، خود توکن و کوین رو نشون میده. آخرین قیمتش، تغییرات 24 ساعت گذشتهش و در واقع حجم مارکتش، کپیتال مارکتش. از این قسمت هم میتونید وارد پنل ترید بشید و معامله کنین. چند تا سربرگ هم حالا بر اساس موضوعات مختلف، دیفای، NFT ها و غیره به شما نمایش داده بر اساس موضوعات مختلف توکن ها که میتونین روش کلیک کنید و فیلتر کنین. قسمت بعدی اسپات مارکت، پیرهای مربوط به معاملات اسپات رو به شما نمایش میده. این هم آخرین قیمت، تغییرات 24 ساعت گذشته. و بخش بعدیش بیشترین صعود 24 ساعت گذشته، بیشترین نزول در واقع کف قیمتی 24 ساعت گذشته، حجم مارکت، حجمی که 24 ساعت پیش خورده. و از اینجا هم میتونید وارد ترید بشین. اینجا هم سرفصل مختلف داده بر اساس مارکت BNB، بر اساس مارکت BTC، آلت کوین ها، فیات ها و غیره میتونید فیلتر کنین. فیوچر هم به همین شکل دو تا سرفصل داره بر اساس تتر، بر اساس حالا فیات ها و کوین های دیگه. یه بر اساس تتر پیرها همه ختم میشه به USDT دیگه، بیت کوین USDT، اتریوم USDT، دوج USDT. که از این قسمت هم میتونید وارد دیتا، هیستوری دیتاش بشین و از این قسمت هم میتونید ترید کنید. روی ستاره هر بخش هم بزنید توی فیوریتتون اد میشه. تو قسمت فیوچر روی هر ستاره بزنید میره توی فیوریت فیوچرتون. تو قسمت اسپات روی هر ستاره بزنید میره توی فیوریت اسپاتتون. از این قسمت مارکت اوورویو، یه اوورویو کلی از مارکت میگیرین. حالا بر اساس پیرهای اصلی BNB، بیت کوین، اتریوم رو برای شما گذاشته. بر اساس تخصیص قیمت، درصد تخصیص قیمت، تغییرات تخصیص قیمت، بر اساس در واقع تاپ موورز، در واقع اشخاصی که بیشترین حجم حالا فروش یا خرید رو داشتن که اکثرا هم حالا میبینین نهنگ ها هستن، به صورت لوگوی نهنگ روش نمایش داده میشه. رنگ 24 ساعت گذشته و حالا یه سری فیلترهای این شکلی برای شما نمایش داده میشه تو قسمت مارکت اوورویو. تاپ موورز هم بخش همون بخشی که بهتون گفتم نهنگ ها و کسایی که حالا حجم معاملات بالایی داشتن رو به صورت جدا به شما نمایش داده. این در رابطه با مارکت. این قسمت بای کریپتو، شما میتونید کریپتوها رو با استفاده از فیات کشورها خریداری کنید، با استفاده از پوند، دلار و حالا ارزهای دیگه که میگم برای ما ایرانی‌ها فعال نیست. این قسمت هم یه سری دسترسی‌های سریع به یه سری بخش‌های مختلف بایننس رو به شما فراهم کرده. دسترسی به پنل معاملاتیش یا همون اکسچنجش، از این قسمت میتونید وارد پنل معاملاتیش بشین. حالا معاملات اثبات، معاملات مارجین یا معاملات فیوچر رو اینجا میتونید انجام بدین. این قسمت آکادمی مربوط به آموزش های بایننس هست در زمینه حالا کریپتو، خیریه بایننس، پروژه هایی که بایننس داره، پروژه هایی که روی بستر بلاک چین بایننس داره، تحقیقاتی که بایننس داره انجام میده، همه رو اینجا به شما نمایش میده و میتونید حالا با کلیک روی هر کدومش
مثلا روی همین آکادمی بزنم، اطلاعات بروزی که بایننس در اختیار مشتریاش قرار میده رو میتونین از این بخش ببینین. بخش آخر هم تراست والت مربوط به کیف پول بایننس هستش، همون کیف پولی که بیت کوین باهاش انتقال دادن به خود بایننس و کیف پول خیلی مطمئن و خوبی هستش. من خودم از این استفاده میکنم. میتونید حالا از اینجا دانلودش رو خود برنامه رو به صورت خام دانلود کنید، یا از طریق گوگل پلی دانلود کنید نصب کنید، یا یه آیفون از طریق اپ استور که لینکش رو زیر همین ویدیو هم میذارم براتون. این از این بخش. میریم روی صفحه هوم بایننس و بخش آخر صفحه هوم بایننس رو بهتون توضیح میدم که از این قسمت یادتون باشه رجیستر کردیم. این قسمت یه سری کوین های اصلی رو به شما نمایش داده، حالا با درصد تغییراتشون و تو چه قیمتی قرار دارن و حالا کوین هایی که بیشتر بازدید داشتن. یه سری تبلیغات و ایونت ها رو این قسمت به شما نمایش داده. اینجا یه اوورویو کلی باز بر اساس کوین های اصلی به شما نمایش داده، بیت کوین، بی ام بی که حالا تو چه قیمتی هستن، درصد تغییرات 24 ساعت گذشته و حالا چارت مارکتش به صورت شماتیک. بخش پایین هم در واقع به شما اپلیکیشن ها و نرم افزاراش رو قرار داده که بتونید دانلود کنید، مربوط به حالا اگه از آیفون استفاده میکنید اپ استور، اگه از اندروید استفاده میکنید بر لینک در واقع فایل دانلود اندرویدش از طریق گوگل پلی هم میتونید دانلود کنید. برای مک، برای کامپیوتر، برای سیستم عامل مک، برای ویندوز، برای لینوکس میتونید برنامه‌اش رو دانلود کنید و نصب کنید. داستانی که هستش اینه که شما چیزی که باید حواستون باشه اینه که اگه برنامه‌اش رو روی کامپیوتر روی گوشی استفاده میکنین حتما لوکیشنتون رو ببندین، یعنی حتما حواستون باشه که لوکیشن گوشیتون رو ببندین. مورد بعدی این که اپلیکیشنش یه خوبی داره اینه که فقط آی پی ورود شما میخوره و بعدش مشکلی ندارین. و من خودم از اپلیکیشن دسکتاپش استفاده میکنم چون فقط آی پی ورود به برنامه رو میخوره، بعدش دیگه آی پی شما ثبت نمیشه. فقط حواستون باشه دیگه شرایط رو رعایت کنید، فیلتر شکنتون روشن باشه، لوکیشنتون بسته باشه و اگه دوست داشتید میتونید از اپلیکیشناش استفاده کنین. و حالا من بعدن یا یه ویدیو راجع به اپلیکیشنش درست میکنم، راجع به آموزشش. البته اپلیکیشنش زیاد تفاوتی با سایتش نداره، مخصوصا اپلیکیشن دسکتاپش. از قسمت هوم روی همون اسم بایننس کلیک کنید، از این قسمت پایین راحت میتونید دانلود کنید و برنامه رو نصب کنید. این قسمت API هم که توضیح دادم، API یه ویژگی دیگه ای هم که داره، حالا برای اشخاصی که میخوان مثلا سایت دارن و یا کانال تلگرامی دارن میخوان از دیتای بروز بایننس استفاده کنن، میتونن از قسمت API از حالا اسکریپتی که بایننس در اختیارشون قرار داده بر اساس حالا برنامه نویسی که خودشون در جریان هستن دیتا رو از بایننس بگیرن. این بود در رابطه با آموزش اولیه بایننس. ما یه ویدیو در رابطه با نحوه معامله به صورت کامل در رابطه با معاملات اثبات و مارجین داریم براتون و یه ویدیو هم در رابطه با معاملات فیوچرز به صورت کامل آموزشش رو قرار میدم. کلا 3 ویدیو. این توضیحات سعی کردم توضیحات کامل باشه و کاربردی، یعنی توضیحات کامل و کاربردی رو بهتون داده باشم، ولی توضیحات اساسی تر و ریزتر، مثلا یه سری از بخشا رو فقط توضیح دادم و ازش رد شدم، مثل بخش استیک. اینو انشالله توی دوره ارز دیجیتالی که با شما داریم کاملتر توضیح میدم به ریز که به چه کاری میاد، چجوری ازش استفاده کنیم. تو این ویدیو فقط حالا بخشی اساسی رو گفتم، انشالله توی دوره بایننس کاملتر در خدمتتون هستم. اگه سوالی داشتین زیر همین پست بپرسین، انشالله که موفق باشین.